موږ په غزني ولایت کې نور خاتم النبیین روغتون ته راغلي یو. دا ځل ډېرې متفاوتې شیبې دي ځکه په لنډو شیبو کې یو پیچلی عملیات ترسره کیږي. د ډاکټر ګلزاده اکبري له لوري د ستون فقراتو تر ټولو پیچلی او مهم عملیات. تاسو راسره اوسئ او د دې عملیات ټولې شیبې له موږ سره په همدې ویډیو کې تر پایه وڅارئ. سلام دوست عزیز، دکتر گلزاده اکبری هستم، متخصص جراحی عصب و ستون فقرات. امشب بخیر. واقع داریم واقع لمنکتومی هست. ما دو لیول مشکل داره. مریض ما مدت 4 سال میشه که از درد پای هر دو پای شکایت داره. دوای متعدد خورده، طبعا ریسپانس نداده به دوا، ولی فعلا ما پلان کرده میشه بخیر. خواست خدا بود عملیات لمنکتومی میشه باش و ما قسم لمنکتومی میکنیم از نوع پارشل لمنکتومی که توتال لمنکتومی برای مریضا چون جوان هستک مشکلات زیباز بالاتر میباشه باش. خدای نخواسته کدام اختلاط و چیزی نداره پارشل لمنکتومی ما بسیار به نوع اصلش انشالله اجرا میشه. فردا بخیر. خواست خدا بود همراه شما ریسپانسش شریک میسازیم بخیر. خواست خدا بود. مستیر که دوست عزیز، قسمی که شما در جیران هستین، مریض ما امشب که واقعیش میگیریم بخیر نامش دیاولا هستک، 29 ساله از ورزه ولایت غزنی. مریض ما پروسیجر ما برش پروسیجر لمنکتومی پارشل هستک. به خاطر که جوان است به این خاطر برش انتخاب کردیم لمنکتومی پارشل، چون لمنکتومی پارشل با کل مسلک ها معلوم است که لمنکتومی است که به مریض صدمه زیافتر وارد نمیشه به ستون فقرات مریض و بهبود خوبتر داره و بعد از این خوب میتونه که چون جوان است به کار بار زندگی و شخصی روزمریش خوبتر و بهتر بخیر صاحب وظیفه شوه و کدام هیچ مشکل برش ایجاد نکنه بخیر. بعد از این بخیر خواست خدا بود صبح صبح برتان ریسپانس مریضم برتان به خودتان شریک میکنیم انشالله. خواست خدا بود فقط دعای شما باشه انشالله. ما میریم بخیر پروسیجر اجرا میکنیم. Las kalesmeli. نه خب کار چیه نه شما خیلی تره نه ولی چی طول وی گرد سخم خیسته طول کرد هر چه وادی بود نه دیونو خیسته طول کرد گرد هر چه خپل منظم وزیکی منظم کی نه؟ Yapın ki ya. Le kaydı gönder sonra. Diyor ki bu neler bir şey yaşta. نه والله بس منظم چیش ولا توني هو يوم مسلب جواب ما الذي سام وقت Bana ne yapıyor? شاب وين Bak ne oldu?
हमसे पीछे